این مینه‌روبان اوکراینی با احتیاط اطراف مکتب ویران شده در جنگ را جستجو دارند و چیزی را که می‌جوستند می‌یابند. در روستای استانیتسیا لوهانسک سال 2014 هم هنگام پس گرفتن آن از دست جدایی طلبان طرفدار روسیه جنگ‌های سرد شد. ساکنانش میگویند که اینجا مینه و موشک و نارنجک‌های ناترکیده زیاد است. در خانه همسایه لیلیا دام‌های ترکنده یافتیم. وقتی خانه را نگاه می‌کردیم دام را دیدیم. سیم را یافتیم که به نارنجک وصل شده است. عین وضع در منطقه‌های دیگر شرق اوکراین نیز هست. لوبوف میرانینکوی 65 ساله در دهه‌شان ترویتسکا به دام ترکنده برخورد و حالا در شفاخانه است. نارنجک ترکید و پا و پشت و دستان مرا مجروح کرد. مشکلی بزرگ این است که هیچ نقشه میدان‌های مینه‌کاری شده وجود ندارد. واضح هم نیست آنها را کی کاشته است. این گزارش وزارت دفاع اوکراین از ماه مارس میگوید که در نتیجه ترکش ابزار نامعلوم 2 سرباز کشته شدند. می شود که انسان ها می روند یا فراموش می کنند که مینه را کجا گذاشتند یا مینه ای را که سال 2014 گذاشتند یافته نمی توانند. جمع‌آوری حاصل خوب در دونباس هیچگاه آسان نبود ولی حالا خطرناک شده است. این تراکتور هنگام شدگار نابود شد و مینه ها هم به زودی از بین نمی روند. با گذشت 25 سال از جنگ یوگسلاوی سابق آنجا برچیدن مینه ادامه دارد. در اینجا با وجود سازش آتش بس جنگ خاتمه نیافته است.